و طوری که میدانیم ما و شما در آگوست 2021 از آن وقتی که امریکایی ها در حال فرار بودند، نظام جمهوریت سقوط کرد و در حقیقت در نتیجه توافقنامه های دوحه تحریک اسلامی طالبان افغانستان تصرف کردند، کابل تصرف کردند و خوشبختانه که در کابل همان وقت جنگ نشد. اگر جنگ نشد شاید بعض هم هزارها انسان کشته میشد، کابل ویران میشد. از همان وقت تا امروز روسیه یکی از چند کشور محدودی هست که سفارت خود را بسته نکرد در کابل و سفارتشان از همان وقت تا امروز فعال باقی مانده و فعالیت میکنه و دفاترش باز است. دیپلمات‌های زیادی دارند در کابل و از همان وقت تا اکنون میان حاکمیت کنونی افغانستان که حالا امارت اسلامی افغانستان نامیده شده روابط خوب داشتن، با اونها روابط نیک داشتن. این روابط آغاز شد از بسیار همکاری های ابتدایی رفت و آمد هیئت ها. علاوه بر آن ما شما میدانیم